مهسا خانم 21 سالشه، دیدش با لنز نرم 7 و 4 بوده و شماره چشمش هم الان گرفتن حدود 12.5 با 1.5 آستیگمات، 15 و 25 با 1.5. متاسفانه تو عکسی که داره یه قوز قرنیه دیده میشه که با توجه به قوز قرنیه چشم راست و چپ، این چپ میشه. این چپه، اینم راستشه، باز قوز قرنیه داره، راستش کمتره، میبینید؟ برای همینه که چشم چپش دیدش کمتره با اینکه. خب حالا ایشونو با توجه به قوز قرنیه و نمره بالاش دوست داشت که جراحی بشه، ولی با توجه به قوز قرنیه‌اش اولا الان اگه جراحی بشه قوز قرنیه‌اش باز سر جاشه، یعنی ما هم باید لنز تو چشش بذاریم هم رو چشش، که اونم با توجه به سن کمش الان و تغییراتی که ممکنه تو چند سال آینده بکنه، چون های مایوپیک و دژنراتیو این پیشرونده است. ترجیح دادیم که 25-6 سالگی این کار رو بکنه اگه میخواد لنزم جراحی کنه، و حالا اون موقع که خواست از رو هم کنش استفاده کنه میتونه لنز از رو بذاره. لنز اسکلرال بهش بدیم که میانگین اینا رو که حدوداً بگیریم، نزدیکترین لنزی که از استرالست ما هست به سر و 8 و چون کراتوکنوسه ما فعلا اسش رو میذاریم، اگه دیدیم تنگ اون وقت امش میکنیم. چش چپش هم همینطور، این میشه نزدیک 7.65 چون از 8 کمتره، بین این دوتا نزدیکترینش بهش 7.65 میخوره که این هم اسباز میذاریم برای به عنوان ترالست. مریض لنز رو میذاره میاد. حالا بعد ترالست هم نشون میدیم که ما ترالستی که داریم 7 ام و اس و اس اس برای کراتوکنوس، 7.35 اس و اس اس برای ام و اس و اس اس برای کراتوکنوس، 7.65 ام و اس و اس اس برای باز هم کراتوکنوس هم چشمای معمولی، و 8.20 ام و اس و کی برای چشمای معمولی. چشم راستش یه ذره بهتره، سعی میکنیم با لنز 8 امتحانش کنیم، اگه نشد باز لبش رو تنگتر میکنیم. اون اس و ام اینا نشانه لبه لنزه و اون بیسکرو مرکزی نشانه انحنای مرکزی لنزه با توجه به انحنای مرکزی چشم مریض. حالا این تستا رو میذاریم میبینیم، بعد برای اینکه ببینیم خوبن یا نه دوباره با تست اینا رو بررسی میکنیم و لنزش اگه خوب بود اگه نه عوض میکنیم تا لنز نهایی به دست بیاد، بعد اوور رفرکشنش میکنیم. الان اون اتاق نحوه گذاشتن لنز رو که فلورسین هم توش میذاره و میذاره تو چشم بیمار بگیر، بعد دوباره بیاد اینجا معاینش کنیم. برای گذاشتن لنز میتونیم از این ساکشن هم استفاده بکنیم. حکم پایه رو داره که راحت میتونیم لنز رو داخل چشم قرار بدیم. پایین رو نگاه کنیم. اشک مصنوعی رنگ میزنیم که چپتو بزنیم. باز پایین رو نگاه کن، پایین پایین. تو باید ببینن سایزش که اوکی شد، بعد میرن دید میگیرن پیش خانم اپتومتریست. قرار گرفته. اول این رو میبینیم که میبینیم قشنگ اول قسمت سیاه رنگی میبینیم، به طرف داخل چشم سبز رو میبینیم و بعد خاکستری. سیاه رنگ لنز، اون سبز مایعیه که زیر لنز یا اشک مصنوعی یا سرم، و سومی قرنی است. یکی هم سفیدی اینجا میبینید که مال اینه که دستشون تمیز نبوده یا چشم مریض داره لکه روشه که باید پاک بشه. حالا بعد میریم محیط لنز رو میبینیم، ببینیم
محیط لنز بعد از اینکه 20 دقیقه نیم ساعت تو چشم باشه بایستی که نه بلیچینگ ایجاد کنه، نه یه جایی رو مثلا رگا رو فشار بده و باز کنی چشم، رگا رو فشار نده که نداده. روبرو نگاه کنید، منو نگاه کنید. اگه تونستیم مثلا با یه حرکت لبه پلک حرکتش هم بفهمیم که ایشون داره حرکت، میفهمیم که حرکت هم داره. حالا از مریض باید بپرسیم که با لبه لنز اذیتش نمی‌کنه، راحتی با لنز با این یکی چی؟ ببینید این چشم یه حباب بزرگ توش تشکیل شده زیرش و بله این لنز گشادم هست و حبابم رفته زیرش. حالا لنز رو باید یه ذره تنگتر کنیم و ببینید فلورسینش چطوره، آیا بیسکر بشم عوض کنید، روبرو نگاه کنید. خب لنز 8S تو چشمشه، اینم بکنیم 765S تا ببینیم چه اتفاقی میفته و حبابش هم باید خارج کنیم چون لنز حرکتش زیاده. اینو یه ذره تنگترش میکنیم 765S. خب برید لنز راست رو درارن، یه لنز دیگه بذارن، بیاد دوباره ببینم. مساق خانم عوض کردیم، 8ش گشاد بود براش و حباب گرفته بود. 765S که مرحله استیپ ترشه با همون لبه گذاشتیم تو چشم راستش، چشم چپ هم که همون 765S براش خوب بود. حالا نگاه میکنیم به چشم راستش ببینیم بهتر شده یا نه. ببینید اینجا قشنگ فلورسین رو میبینید، اول مثل پرچمه، اول یه سیاه میبینید که این لنز، دوم یه سبز میبینید که این فلورسین است، سوم هم یه خاکستری میبینید که اون قرنی است. و محصول مردم هایی که بزرگی داره، حالا ببینیم اون چرا. بعد دوباره محیط رو نگاه میکنیم ببینیم بلیچینگ نکرده، فشار نیاورده رو اسکلرا و دو حالته، یا بلیچینگ میکنه یا به شدت یه نقطه قرمز میشه که این الان نه قرمز، پایین رو نگاه کنید همه جا رو داریم میبینید، نه قرمز شده نه بلیچینگ کرده، یعنی رگا رو نبسته. بالا رو نگاه کنید. حالا یه تست هم با لبه لنز کنیم این وضع چطوره، اگه تکون کوچولویی بخوره بد نیست. بعد میتونیم یه لنز گشادتر هم بذاریم، البته از لبه